Hello, welcome. خوش آمدید. Welcome back to those of you that have already seen some of my videos. دوباره خوش آمدید به کسایی که ویدیوهای قبلی منو تا حالا دیدن. Today I'm going to be listening to a song by محسن یگانه. I don't know anything about this singer. The song is called بهت قول میدم, which means I promise you, and I'm very excited. I've been out of touch with Persian music. I just listen to old songs the whole time, so it's time that I get to know more of Persian songs out there. Okay, so let's do this. It's gonna be a song in Farsi, so I'll be commenting in English and in Farsi. Yeah. خاطرشی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزه نترس آدم دم رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو وای چه صدای زیبایی. خیلی قشنگه. از اینم خیلی خوشم میاد که این چی بگم موزیسینا همشون دارن گیتار زنده میزنن. بعد این به نظر آهنگ خیلی معروفی میاد که جمع تمام آهنگو میشناسه دارن آواز میخونن. خیلی دوست دارم. راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من از گیتار زدنش خوشم میاد. صداش که فوق‌العاده خوبه ولی گیتار زدنش هم خیلی یاد گیتار اسپانیایی میافتم. یه خود یاد جیپسی کینگز میافتم. یه خود استیل اسپانیاییه. I was just saying I love the Spanish sounding guitar. There's a little bit of Spanish influence it seems. چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیساره اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست بهت راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو چقدر رومانتیکه. راحت چیزه نگران نباش هیچکی جای تو رو نمیگیره. خیلی رومانتیکه. شوره دارم من بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش
تو دلشوره دارم من. جمع داره دیوونش میشه، چه دادی میزنن مخصوصا این خانوما. واو، نوشته که حتی ترانش هم خودش نوشته. خیلی خوشم آمد، خیلی کیف کردم. دیگه این آخرین آهنگی نیست که گوش میدم. آره خیلی خوب بود، خیلی استعداد داره این خواننده دیگه. آره دیگه، اگر یه پیشنهادی داشتین که من چه آهنگی رو گوش بدم، حالا چه فارسی باشه، چه به انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، برام بنویسین تو کامنت. اگر خوش گذشت بهتون لایک و سابسکرایب بکنین و دیگه تا دفعه بعد. If you enjoyed this, feel free to send suggestions and like and subscribe and see you next time. Ciao.